سلام دوستان، من سفورام و اینجا داستان دله. توی داستان دل هر روز داستان‌ها و سرنوشت‌های واقعی برای شما بازگو میشه. داستان امروزمون رو آقایی به اسم مهران ارسال کردند. اینطور میگند که پدر مادر من هر دو معلم بازنشسته بودن. من تحتقاری و عزیز دردونه بودم. به بدبختی و قرض و قوله تونسته بودن یه خونه 80 متری بخرن. خواهرام ازدواج کرده بودن و هر کدوم سر خونه زندگی خودشون بودن. هرچی خانوادم سعی کردند که منم درس بخونم، دل به درس نمیدادم. گفتم عشق من آرایشگریه. من درس بخون نیستم و بدم میاد از درس. از همون دبیرستان عصرا میرفتم وردست یه آرایشگر و بعد الکی به خانوادم میگفتم که کلاس فوق‌العاده دارم. خلاصه پدرم هم که دید اگر بیشتر به درس خوندن من اصرار کنه من بدبخت میشم، گفتش که باشه، بعد خدمتت برات یه جایی اجاره میکنم و گفت به شرطی که کنارش اول لیسانستو بگیری. منم یه دانشگاه آزاد الکی قبول شدم و به خاطر دل پدر مادرم رفتم دانشگاه. آخر ترم سوم بودم. هیچی نخونده بودم. مطمئن بودم درسمو میافتم. یکی از درسام که جزء دروس اصلیم بود. میدونستم مشروط میشم و کلی عقب میمونم. دست به دامان مادرم شدم. گفتم مامان این استاد ما انگار تو رو میشناسه. از همکارای قدیمیته. بهش زنگ بزن و بگو که به من یه نمره‌ای بده. مامانم بهش زنگ زد. این استادم که خیلی جدی بود گفت نمیتونم نمره الکی بدم ولی به یاد قدیم امشب بیایید خونمون. 40 تا سوال به شازدت میدم، از اینا 10 تاش میاد تو امتحان. مام کلی ذوق کردیم و اون شب مهمون خونه آقای ناظر شدیم. یه دختری داشتن که دبیرستانی بود. همون شب وقتی جلوم شربت گرفت یه دل نه صد دل عاشقش شدم. هر بار یه بهونه جور میکردم و به مامانم میگفتم که دعوتشون کنه خونمون. اونام متقابلا ما رو دعوت میکردن. پدر و مادرامون که دوستای قدیمی هم بودن الان شده بودیم رفیق گرمابه و گلستان. تا که یه روز به مادرم گفتم من دیگه نمیتونم. تحمل ندارم. دختر آقای ناظر رو خواستگاری کن. مادر منم از خدا خواسته سری با خواهرم رفتن خواستگاری پریسا. اول بدون علت جواب منفی دادن. مامانم گفت بیخیالش شو. چند باری زنگ زدم و گفتم که پسرم همه چیز تمومه اما اونا قبول نمی کنن. دیگه دنبال این دختر رو نگیر. منم خب بیخیالش شدم تا اینکه یه روز خود آقای ناظر با مادرم تماس گرفت. گفت پسرتون خیلی پسر خوبیه. ما تحقیق کردیم. دخترمون الکی ناز میکنه. ما راضیش کردیم. آخر همین هفته تشریف بیارید. اینقدر ذوق داشتم که با اینکه آرایشگر بودم خودم رو دادم دست همکارم و گفتم دومادی بزن. لباس شیک، عطر، یه دسته گل بزرگ گرفتیم و با مامانم و بابام و آبجیام رفتیم. مهریه گفتند 1372 تا. مامانم گفت آخه آقای ناظر شما که میدونید ما نمیتونیم. بحث داشت بالا میگرفت. آقای ناظر با دست پس میزد و با پا پیش میکشید. تا آخر مهریه‌ای که تعیین کردن شد 1000 تا سکه و هر خونه‌ای که بخرم 3 دونگش بشه به اسم پریسا خانم. قبول کردیم و قرار عقد رو سریع گذاشتیم. 2-3 باری با پریسا برای شناخت بیشتر رفتیم بیرون. اصلا نمیخندید. وقتی ازش میپرسیدم چرا مثلا به فلان جوک نخندیدی و فقط لبخند زدی میگفت من فازم اینجوریه. جدیم مثل پدرمم. راست میگفت. پدرشم عجیب خشک و جدی بود و من این خشک و جدی بودن پریسا رو میذاشتم پای اخلاقش که شبیه پدرشه. عوضش مادرش کلی با هم میگفت و میخندید. هوامو داشت. به هم احترام میذاشت. مجبورمون میکرد با هم بریم بیرون و بعد عقد 2 تا بلیت به مقصد کیش با یه هتل رزرو شده به همون کادو داد. کلی خوشحال شدم از اینکه همه دوستام از مادر زنشون مینالن و من همچین چیزی گیرم اومده. خلاصه که فردا صبح سوار هواپیما شدیم و رفتیم کیش. ولی چه سفری. هرچی من با ذوق به پریسا میگفتم با بیا عکس بگیریم یا میزد تو ذوقم یا به هم تشر میزد که ول کن بابا این عقده‌ای بازی‌ها رو. چیه هی عکس عکس عکس. دقیقاً نمیفهمیدم چشه.
اصلا نذاش اون شب بهش حتی دست بزنم. گفت آماده نیستم. صبحم که پا شدم دیدم نیستش. هرچی تو اتاقمونو گشتم نبود. بهش زنگ زدم خاموش بود. بعدن فهمیدم که تنها رفته بوده پایین غذاخوری، صبحونه‌شو خورده بوده. بدون من. گفتم اشکال نداره، شاید اصلا فازش اینجوریه. به زور دستشو گرفتم و بردمش بیرون. گاهی با هم شوخی میکرد، بعد یهو عوض میشد و یه شکل دیگه ای میشد. ولی ابداً نذاش حتی بهش دست بزنم. از کیش که برگشتیم مادر زنم دعوت کرد. بعد اومد روی مبل کنارم نشست و چشمکی زد و گفت خسته نباشی قهرمان. فکر میکرد مثلا من کاری کردم. فقط میخندیدم و چیزی نگفتم. دوباره 2-3 شب بعد رفتم خونشون. مامانش به زور نگهم داشت و خودش تو اتاق برام جا انداخت. گفت ما میریم طبقه دیگه بخوابیم. بعدم به من گفت زنت پریسا، میفهمی که منظورم چیه. نمیدونستم چه اصراری داشت و چرا اینقدر اصرار میکرد که من کنار دخترش باشم. خلاصه که اون شب هم پریسا به من پا نداد و گفت میخوام دختر بودنم رو برای شب عروسیم نگه دارم. منم به حقش احترام گذاشتم و دیگه اصرار نکردم. تا اینکه یه شب وقتی کنارش دراز کشیده بودم چشمم یه نور دید. نور گوشیش بود. ساعت 3 نصف شب داشت به کسی پیام میداد ولی بیرون نیاوردم. عوضش از فردا سعی کردم رمز گوشیشو یاد بگیرم. و یه روز که تو ماشینم بود از تو کیفش برش داشتم و رسوندمش خونشون. رفتم یه جایی که دقیق ببینم چی داره اون تو. دنیا دور سرم میچرخید. حالم داشت به هم میخورد. با یه پسر چت کرده بود و فهمیدم خودش راضی به این ازدواج نبوده و خونوادش هم برای اینکه این پسره که ظاهراً کار و بار نداره و یه لنده هوره رو فراموش کنه مجبورش کرده بودن زن من بشه. قصدش هم این بود که پسر پول جور کنه، یه جا رو اجاره کنه براش، از خونه پدر مادرش بره و بعدم مهریه‌شو از من بگیره و جدا شه. بعدم با پول مهریه زندگیشونو بچرخونن. حتی از توی پیاما فهمیدم این خانم دخترم نیست و میخواد بندازه همه چیو گردن من و میخواد از من همه مهریه رو بگیره، نه نصفشو. حتی توی پیاما به پسره گفته بود عشقم فکر کن نیازی نیست هیچ وقت بری سر کار رو از من جدا بشیم چون که ما یه پول قلمبه خواهیم داشت. پریسا همینقدر ابله بود. داشتم دیوونه می شدم. از روی پیاما عکس گرفتم. دیدم تونتون داره زنگ میزنه. برداشتم و با روی خوش گفتم عشقم گوشیتو جا گذاشتی. الان برات میارمش. گوشیشو پس دادم و تا صبح نخوابیدم. نهایتاً ماجرا رو برای آبجیم گفتم. ترسیدم پدر مادرم اگر اینو بفهمن حتما سکته کنن. آبجیم گفت ابله گوشیشو برمی داشتی که ثابت کنی خائنه. گفتم در هر حال یکم از قانون حالیم میشه. من حتی اگه اینم ثابت میکردم بازم مهریه شامل حالم میشد و باید پرداختش میکردم. اون روز خواهرم هم نشست و با من اشک ریخت و به بخت بد من لعنت فرستاد. خواهرم گفت ما الان مدرک درست و حسابی نداریم. اگه به مامان بگی احساسی میشه. میره آبروریزی را میندازه. همه چی علیه ما میشه. بیا من یه نقشه دارم. برای پریسا یه سرویس طلا بخر و ببرش رستوران و بهش بگو که اگه دوست داره مهریه‌شو ببخشه. عوضش تو هم حق طلاق میدی بهش. منم از اون ور میرم رو مخش که آره یکی از دوستان فرار کرده و شوهرشو ول کرده و رفته. پسر مهریه‌شو میده ولی گفته عمرن اگه طلاقش بدم و اینم مجبوره با پسره که نمیخوادش زندگی کنه. چند بار خواهرم جلوی من تمرین کرد که حرفاش عادی جلوه کنه و پریسا مشکوک نشه. آبجیم اینا رو بهش گفته بود. منم براش سرویس طلا رو خریدم و شروع کردم رو مخش رفتن که مهریه‌تو ببخش. هیچی نمیگفت و فقط لبخند میزد. آخر اون شب بود که آقای ناظری به من زنگ زد و گفت مهران اگه ریگی به کفشت نیست چرا به دخترم مدام میگی مهریه‌تو ببخش؟ منم که نمیخواستم مشکوک شه گفتم آقای ناظری به خدا من میخواستم سورپرایزش کنم. میخواستم ببرمش تو محضر و ماشینمو بزنم به نامش. که خراب شد سورپرایزم وگرنه من غلط بکنم.
دختر زرنگ بود. میدونست ما خانواده با آبرویی هستیم و اگر مثلا مامانم این ماجرا رو بفهمه حاضر نیست که ببرمش سر خونه زندگی و خونه‌شو میفروشه و مهر این دختر رو میده که فقط اسمش هست شناسنامه هم پاکشه. خوب ما رو میشناخت. منم نمیخواستم این اتفاق بیفته. بیخیال شدیم. آبجیم مدام برام گریه میکرد. آخرم تحمل نکرد و همه چیو به مامانم گفت. همه ناراحت من بودن. غصه منو میخوردن. آبجیم به مامانم گفت بذار عروسی کنه، دختره رو ببره حبس کنه، گوشی ازش بگیره تا مجبور شه در ازای حق طلاق مهریه‌شو ببخشه. ولی مادرم اعتقاد داشت زنی که هم شوهر داره و هم با یه مرد نامحرم ارتباط داره لحظه. چند مدت گذشت. اتفاقاً داماد ما هم سر زن قبلیش همچین بلایی اومده بود و یه خونه جای مهریه داده بود. وقتی قضیه رو فهمید بیشتر از همه اون بود که زد تو سر خودش و گفت حیف و صد حیف که بدبخت شدی. سکه به این گرونی از کجا میخوای بیاری بدی؟ رسما خونه ماتم کده بود. آخر شوهر همین خواهرم گفت فعلا زیادی بهش محبت کن، سرشو گرم کن که یه کمی از اون پسر زده بشه. یه فکرایی برات دارم. منم به حرفش گوش دادم. یه شب رستوران، یه شب خونه این فامیل، یه شب خونه دوستامونو کلی بهش خوش میگذشت. یه شب که رستوران بودیم شوهر خواهرم زنگ زد و گفت پاشو بیا خونه تا بهت بگم. رفتم خونش. گفت فردا بریم ماشینتو بزن به نام من. من ازت میخرمش. اینم چک ماشینت، اینم بلیتت برای ترکیه. یه دوستی ازمیر دارم که کاراتو جفت و جور میکنه. نگران نباش. نمیخوام بلایی که سر من اومد سر تو هم بیاد. خواهرتم پدر منو در آورده و کل طلاهاشو فروخته که ماشین تو رو بخره ازت. خلاصه که فردا چک و پاس کردم و برای آخر هفته بلیت یک طرفه برای ترکیه گرفتم. همون شب گوشیمو خاموش کردم و سوار هواپیما شدم. قول دادم وقتی خط گرفتم با خانواده‌ام تماس بگیرم. همین کارم کردم. بعدم عکسایی که از روی گوشی پریسا گرفته بودم و برای خواهرم فرستادم و گفتم اگه پدر مادرش حرفی زدن اینو بهشون نشون بده. مامانم اینا خیلی گریه میکردن. میگفتن دیگه نمیتونیم ببینیمت. ولی رفتن برای من بهتر بود تا اینکه بخوام تا ابد سکه بدم و یکی دیگه خوشی کنه. بعدم مادرم اینا خونه‌شون رو فروختن و رفتن یه جای کوچیک 60 متری و پایین شهر گرفتند. بقیه‌شو هم به من دادن که توی غربت کم نیارم. خانواده پریسا چند باری رفته بودن در خونه مامانم ولی کسی نبود. گشته بودن دنبال خواهرم و رفته بودن اونجا. خواهرم هم گریه کرده بود و خودشو زده بود اون را و گفته بود من اصلا از مهران خبر ندارم و نمیدونم کجاست. میخواست مزاحمتی براشون ایجاد نشه و اذیت نشن. در آخر بعد 3 سال پادویی پریسا مهریه‌شو بخشید و غیابی جدا شد. من الان اینجا زندگی میکنم. همه چیز خیلی خوبه. ولی نمیتونم به هیچ کس اعتماد کنم. ضربه خیلی بدی خوردم. پریسا هنوز نمیدونه برای من چه اتفاقی افتاده. میخوام آبا که کامل از آسیاب افتاد یه روزی برگردم. اینجا جای زندگی نیست. توی این مدت پول زیادی جمع کردم و دوباره برای مادرم اینا فرستادم تا بتونن خونه بهتری بخرن. پریسا هم هنوز مجرده و دقیقا نمیدونه چه اتفاقی افتاد و چه کلاه گشادی سرش رفت. خب دوستان داستان مهران هم تموم شد. از این داستان خوشتون اومد؟ چطور بود؟ نظراتتون برای ما خیلی مهمن. تا یه داستان دیگه فعلا.